ای داده به قم فیض وجودت برکات، بر روح مقدست درود و صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حتما خاطر شریفتون هست که ما از دیشب اولین برنامه‌مون شروع شد در سری جدید و عرض کردم خدمتتون که یک بسته ویژه به مناسبت دهه کرامت تقدیمتون میشه که 5 شب اول رو محضر استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین گودرزی نازنین هستیم که امشب هم قدم به چشم حقیر گذاشتن و بحث محوریمون هم خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها است. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله، ارادتمندیم، سلامت باشین. عرض سلام، عرض تبریک خدمت همه بینندگان خوب و عزیز برنامه یاد خدا. انشالله که طاعات و عباداتتون در این ماه پربرکت، ماه شریف ذوالقعده مقبول درگاه خدای متعال باشه و انشالله از زیارت و شفاعت حضرات معصومین علیهم السلام و همچنین حضرت معصومه سلام الله علیها به ویژه بهره مند بشیم. الهی آمین، الهی آمین، به برکت دعای خیر شما. چه خبر؟ الحمدلله. خوبه؟ خدا رو شکر. مهندس خانم خوبه؟ الحمدلله. روز دخترشون هم روز دختر بوده، مبارکشون باشه. و انشالله هر کسی که توی خونه دختر داره سایش بالا سر دخترش باشه و دخترهاشون هم خدا براشون حفظ بکنه. و یه فرمایشی دارن که پیامبر فرمودن به نظرم که پسرها نعمتن، دخترها حسنه و نیکی. خدا از نعمتها سوال میکنه ولی حسنه و نیکی رو بابتش پاداش میده. آره خیلی جالب بود برام این حدیث رو دیدم از پیامبر. خدا هر کس نداره بهش عطا بکنه. انشالله انشالله. زیادم خدا بهش بده، چون تو روایت داریم که اگر کسی 3 تا دختر داشته باشه بهشت درش دیگه بهشت واجب میشه. آره. آره هدایت بهشتی. و واقعا نگاه دین ما و جایگاه زن و دختر رو اینجاها باید دید. آره. یه دختر تو این عالم هست، نگاه کنید اسلام چطوری تکریمش میکنه. حضرت معصومه سلام الله علیها دختره، آره. زنه، ولی نگاه کنید مراجع و بزرگان ما مفتخرن به زیارت ایشون. آره. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه ایشون میگه که حالا اون موقع که شبها در حرم رو میبستن، ایشون میگه من در تمام عمرم هر شب زمستون و تابستون در برف و سرما به هر شکل وضعیت آب و هوایی که بود، قبل از باز شدن در حرم میومد سجادش رو پشت در حرم پهن میکرد، نماز شبش رو اونجا میخوند. میگفتن آقا چرا این کارو میکنی؟ میگفت میخوام وقتی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو باز میکنن اول زائر این حرم من باشم. این احترام و تجلیلی است که دین اسلام برای زن، برای دختر قائله. با رحمت کنه شهید مطهری میفرمود که تو واقعه های حساس تاریخ اگر نگاه بکنید رد پای زنان رو میبینید که اصلا طوری که وقت حضورشون پررنگ و موثره که اگه اونا نبودن اصلا اون کار پیش نمیرفت. پیروان حضرت موسی علیه السلام حضرت موساشون رو از برکت 3 تا زن دارن. یکی مادر حضرت موسی که اون حرکت رو انجام داد و فرزندش رو، پاره جگرش رو به رود نیل انداخت. 2 خواهر حضرت موسی که دل به دریا زد، رفت تو اون وضعیت تو قصر فرعون و در واقع مثلا اون حرکت رو نفوذ کرد تو اون وادی و تونست جان حضرت موسی رو حفظ کنه. و حضرت آسیه سلام خدا بر این 3 زن بزرگوار که اینها در واقع این حرکت بزرگ این نبی بزرگ خدا حضرت موسی علیه السلام اینا مدیریت کردن. حضرت زینب سلام الله علیها اگر نبود کربلای نبود، و حضرت معصومه سلام الله علیها که اگر نبود چه بسا شاید حرکت امام رضا علیه السلام به کمال خودش نمیرسید. که حالا اگر توفیق باشه یه شب میشه راجع به همینم ان شاء الله حتما. داشتم فکر کردم که معمار بزرگ انقلاب اسلامی ما که حالا خودشون دیگه در مکتب اهل بیت در واقع تلمس کردن و زیر سایه خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها به اوج رسیدن و این انقلاب شکوهمند رو رهبری کردن. جمله ایشونه که فرمودن از دامن زن مرد به معراج می رود. این دیگه جایگاه زن هر کسی میخواد متوجه دیگه حرف به نظرم کاملی رو فرمودن. خیلی خوب. حالا این لازم بود به نظرم، به تعبیر شما هم اگر توی برنامه مفصل تر بهش بپردازیم جا داره با توجه به
حالا شبهاتی که مطرح میکنن دشمنان ما تازگی هم نداره در حوزه در واقع زن و فعالیت‌های زن در اجتماع، که ما زنان به ناممون جز فعالترین زنان در اتفاقا در اجتماع هم بودن. یعنی خود حضرت زهرا سلام الله علیها، خود خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، به نظرم عمرشون رو در مسیر احقاق حق و دفاع از امامت و ولایت و تبلیغ معارف دینی گذروندن. انشالله مفصل نه فقط تو جامعه و اجتماع، در تاریخ، تاریخ ساز بودن این زنان بزرگ. الحمدلله. خیلی ممنونم. حالا ما چون دیشب راجع به در واقع موضوع زیارت صحبت کردیم و اونم زیارت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها و اینکه فرمودید از زیارت معصور دارن، زیارت از امام معصوم دارن، فرازهای از زیارت رو هم فرمودید، به نظرم ادامهش اینطوری خوشگل میشه ادامه بدیم، چون یه قسمتی از اون فراز در واقع زیارت نامه حضرت معصومه که از دولب مبارک امام رضا جان هم صادر شده، شان میفرمایند که یا فاطمه تو اشفعیلی فی الجنه. خیلی عجیبه که یک امام معصوم به یک به ظاهر غیر معصوم بفرمایند که تو منو شفاعت کن در مورد بهشت رفتن، که تو صاحب یک شأن و جایگاه خاص و بزرگ و مقام والایی هستی در نزد خدا. یه ذره میخوام راجع به این فرازه صحبت بکنید، در واقع مقام شفاعتی که ایشان دارن خیلی تأمل برانگیزه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که میفرمایید تو این زیارت مقام شفاعت حضرت به گونه‌ایه که ما رو میبره تا کجا؟ و اوردنا حوض نبیکم. حضرت معصومه میتونه ما رو تا اون بالاترین مقام حوض کوثری که متعلق به پیغمبر است، الله که اونجا چه اتفاقی میفته تو وهم ما هم نمی گنجه. و سقانا به کأس جدکم، از دستان با اون ظرفی که متعلق به پیغمبر است ما رو سیراب کند، من ید علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، به دستان مبارک امیرالمومنین. این مقامی است که حضرت معصومه سلام الله علیها میتونه انسان رو زائر خودش رو تا اینجا برسونه که بیاز تو رو شفاعت میکنم به اینجا برسی که چی؟ که بر سر این حوضی که در واقع منشأ و مصدرش پیغمبر مکرم است و ساقی او امیرالمومنین علیه السلام، شما بیا از اونجا متنعم بشو. و اصلا معنای شفاعت یعنی همین. شفاعت یعنی یه جور میانجیگری، یه جور واسطه گری. واسطه گری چی؟ واسطه گری یه شخصی که بالاتره نسبت به شخصی که پایینتره، دستگیری میکنه. کسی که پایینتره رو دستشو میگیره و میاره تو اون مقام بالاتر میشونه. و از همین بیان میتونیم استفاده بکنیم که شفاعت فقط مال آدمای گناهکار نیست. این خیلی نکته مهمی که باید بهش توجه کنیم. شفاعت فقط این نیست که میخواد اهل بیت ما رو از جهنم نجات بدن و به بهشت ببرن. نه فقط این نیست، حتی برای مراتب بهشت هم جایگاه ما رو ارتقا بدن. و حالا که این حرف رو زدیم دیگه اون وقت حتی اختصاص به امثال ما هم نداره. آدمای درجه یک مثل خود انبیا، اونها هم محتاج شفاعت پیغمبر و اهل بیت هستن. تو روایت داریم تو روز قیامت تو اون عرصه سنگین مردم میرن محضر حضرت آدم علیه السلام که شما پدر ما هستید، شما بیاید دستگیری بکنید. حضرت آدم میگه تو این عرصه منم خودم محتاج دستگیری هستم. محضر حضرت نوح میان، حضرت ابراهیم، اینایی که خودشون دیگه قله های انسانیت و کمال هستن، همه اینها میان مجتمعاً باید بریم محضر نبی خاتم. او از همه ما باید دستگیری کنه. آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در زلال محمد صلوات الله و سلام علیه و آله، همه محتاج به شفاعت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام هستن. بعضیا این مفهوم شفاعت درست که انگار متوجه نشدن. یک کسی به نام ابو ایبن اومد محضر امام باقر علیه السلام، حالا نمیدونم لحنش چطوری بود، این بالاخره بد گفت محضر امام معصوم، این اعتراض محضر امام معصوم خیلی بد بود. برگشت به حضرت گفتش که ابن رسول الله، حالا واقعا الفاظ جسارت آمیزیه، خیلی بد با امام معصوم صحبت کرده. آقا شما دارید مردم رو فریب میدید. چطور؟
هی میگید شفاعت محمد، شفاعت محمد صلوات الله سلام علیه و آله. بابا مردم اینجوری همشون دیگه میگن خب پس ما شفاعت شامل حالمون میشه و نمیدونم ما دلخوش به شفاعت پیغمبر هستیم. شما دارید مردم رو کأنه فرید میدید. امام کأنه تشر زدن بهش، ویحک یا ابا ایمن، این چه حرفیه تو داری میزنی؟ ظاهرا این آدم بدی هم نیست چون از کلام امام چی برداشت میکنیم؟ حضرت میگه خیال کردی یه ذره دست و پای خودتو جمع کردی و اهل گناه نشدی دیگه نیاز به شفاعت ما نداری؟ یعنی خیال کردی خودت میتونی بار خودت رو به دوش بکشی با همین نماز و روزه و اینها، اون مسیر سنگین رسیدن به مقامات توحید رو مثلا طی بکنی؟ بعد حضرت فرمودن ما احد من الاولین و الاخرین، هیچ کسی از اولین و آخرین نیست الا و هو محتاج الی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله. هیچ کس نیست از اولین تا آخرین مگر اینکه محتاج شفاعت اهل بیت علیهم السلام هستن. منتها نکته که میخوام عرض بکنم این، ببینید این شفاعتی که ما میگیم مثلا تو بهشت ما رو شفاعت کن، این معناش چیه؟ یعنی اهل بیت علیهم السلام اونجا، حضرت معصوم سلام الله علیه که مقام شفاعت رو دارن، اونجا میان دست ما رو میگیرن. ببینید عالم بعد عالمی است که ما حقایق عالم دنیا رو تو اون عالم میبینیم. یعنی چی؟ ببینید بعضی فکر میکنن که مثلا اگر کسی اینجا تو دنیا گناهی رو مرتکب بشه، خب تو اونجا یه مجازات براش مینویسن. ما الان تو دنیا وقتی میخوایم کسی رو مجازات کنیم چطور مجازات میکنیم؟ میگیم آقا شما از چراغ قرمز رد شدی، خب مجازات عبور از چراغ قرمز مثلا که این مبلغ رو شما باید پرداخت بکنید و هیچ ارتباطی بین پرداخت مبلغ با عبور از چراغ قرمز وجود نداره. یه چیزی ما اعتبار میکنیم، جعل میکنیم. پاداش ها و عذاب های قیامت اینجوری نیست که خیال کنیم خب خدا مثلا میاد حساب میکنه آقا شما مثلا 100 تا علیه بالله دروغ گفتید، خب مجازات هر دروغی مثلا این کتکاست که چون مثلا 100 تا دروغ و 100 تا کتک مثلا بهشون. نه اینطوری نیست. چه اتفاقی میفته؟ عادلانه ترین پاداش تو قیامت توسط خدا داده میشه. میگه خود عمل تو بهت میدم. تو دنیا چیکار کردی؟ همون عمل رو بهت میدم. العیاذ بالله اون کسی که تو دنیا مرتکب غیبت میشه، خب غیبت چیه؟ خوردن گوشت برادر مؤمنی که از دنیا رفته. چند تا غیبت داشتی؟ مثلا میگه مثلا خدا نکرده 10 تا 100 تا غیبت داشتم. 10 تا 100 تا میذارن جلوش میگن بسم الله. یا بسم الله. این سفره‌ای که خودت آشپزش بودی، خودت در واقع غذایی که برای خودت آماده کردی. اون کسی که اموال یتیم رو میخوره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، همین الان داره آتیش میخوره، الان نمیبینه؟ اونجا بهش نشون میدم بسم الله آقای اموال یتیم، حالا بفرمایید نوش جانتون، آتیش بفرمایید میل کنید. یعنی چیزی که ما اونور در واقع بهش میرسیم همین عمله، خود عمل عیناً خود عمل رو میذارن سر سوی آقا بسم الله. خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. کسی که اومده خار کاشته که نباید توقع داشته باشه اونجا مثلا آره چیزی. پس چیز مبهمی نیست خیلی اگه از این دریچه نگاه بکنیم. اون طرف مشخص هر کسی یه نگاه به اعمال و رفتار و نیات خودش بندازه، اون ورش هم میتونه در این حال ببینه دیگه. خیلی لازمی صبر کنی، منتظر بمونی تا بری اون دنیا چه خبر ها. حالا خواستین راجع به این صحبت بکنیم، ما یه فاصله بگیریم برگردیم استفاده کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داریم استفاده میکنیم، حظ میبریم از فرمایشات حاج گودرزی عزیز و نازنین پیرامون موضوع در واقع جایگاه و شأن و مقام خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها در حوزه شفاعت که امام رضا جان در زیارتنامه که خطاب به ایشان هست فرمودن که یا فاطمه تو اشفعی لی فی الجنه. منتها حالا میخوام ببینیم بحثی که به اینجا رسوندن استاد گودرزی عزیز که اعمال ما اینجوری نیستش ما منتظر باشیم اونجا یه عذاب و کیفر و یا پاداشی جداگانه در نظر گرفته باشن. نه، خود عملمون رو ما در قیامت میبینیم. این ارتباطش با بحث شفاعت چیه؟ عرض کردیم که همونطوری که اعمال اونجا حقیقت خودشون رو نشون میدن، اصلا عالم قیامت باطن همین عالم دنیاست دیگه. هر چیزی که شما تو عالم دنیا هست ملکوتش رو و حقیقتش رو اونجا میبینیم. خب به همین نسبت ارتباطاتی هم که بین انسان ها وجود داره، خب باطن و ملکوتش رو اون دنیا خواهیم دید.
خب ما گفتیم شفاعت چیه؟ شفاعت دستگیری یک موجود بالاتر برای اینکه موجود پایینتر رو بیاره بالاتر بیاره، به خودش ملحق بکنه. خب میخوام بگم که تصور نکنیم شفاعت اهل بیت علیهم السلام روز قیامت هست. اونجا تازه میان شفاعت میکنن. حضرت معصومه تازه اونجا میاد شفاعت میکنه. ما همچین تلقی داریم. نیست. اتفاقاً کسی که زائر حضرت معصومه سلام الله علیها شد، از همین الان حضرت معصومه سلام الله علیها در حال شفاعت به مقدار نوع زیارت ما دستگیریش شروع میکنه، شفاعتش رو شروع میکنه. خب اینکه حضرت معصومه سلام الله علیها شفاعت میکند انسانها رو، وارد وادی توحید میکنه. کسی وارد بهشت میتونه بشه که موحد باشه، آدم کافر، آدم مشرک، آدمی که رذائل اخلاقی داره که نمیتونه وارد بهشت بشه. یعنی در واقع حضرت معصومه سلام الله علیها از همین تو دنیا خب تلاش میکنند برای چی؟ برای اینکه این رذائل، این آلودگی ها، این صفت های بد، این گناهان ما پاک بشه که بتونیم وارد وادی بهشت، وارد وادی نور بشیم، وارد وادی توحید بشیم. این اون نکته است که میخواستم عرض کنم. این مسئله است که اهل بیت علیهم السلام شفاعتشون از تو همین دنیا در واقع شروع میکنه و حضرت معصومه سلام الله علیها از همین دنیا دستگیری میکنه. ما رو وارد اون حصن حسین میکنن که برادرجانشون تو نیشابور وارد شدن. فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. چند قدم اون طرفتر به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این یعنی همین وارد کلمه توحید بخوای بشی شرط داره. شرطش هم شفاعت. تو خودت نمیتونی این کارو بکنی. یکی دیگه باید دست تو رو بگیره، یه موجود بالاتری که او خودش وصله است. و حضرت معصومه سلام الله علیها شأن من الشأن این جایگاه رو داره و میتونه یه همچین دستگیری بکنه. و این دستگیری حضرت معصومه سلام الله علیها محدودش هم کوچیک نیستا که فکر کنیم مثلا یه بخش کمی مثلا از انسانها رو میتونن شفاعت بکنن. اولا اینو بگم، پس شفاعت کیا شفاعت میشن؟ آیا ما مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام میشیم؟ تو همین دنیا میتونیم متوجه بشیم. کی مشمول شفاعت میشه؟ هر کس که تو همین دنیا با معصوم رابطه محبت و هدایت پذیری داشته باشه. رابطه محبت یعنی دوستش داشته باش، مطیع باش. مطیع. به مقداری که دوستشون داریم. این میشه همون عارفن به حق دیگه در واقع. به مقداری که دوستشون داریم و به مقداری که بهشون میگیم چشم، هرچی شما بگید ما تسلیم هستیم، به همین مقدار اونجا شفاعت میشیم. ببین من سر دوراهی گناه گیر میکنم، العیاذ بالله دروغ بگم یا نگم. اینجا امام معصوم میگه دروغ نگو. اگر به او بگم آقا به عشق شما یا ابو عبدالله دوست دارم، به خاطر تو این دروغ رو نمیگم، اینجا یعنی از همینجا من زمینه رو برای دستگیری حضرت فراهم کردم. از همینجا حضرت منو شفاعت میکنن و دست ما رو میگیرن. بعضی از بزرگان این تعبیر رو به کار بردن که اینکه مؤمن وقتی گناهی ازش سر میزنه، بعد از گناه پشیمون میشه، خود این پشیمونی یه جلوه‌ای از شفاعت امامه. امام دست منو گرفت نذاشت تو گناه ادامه بدم، من از گناه هم پشیمون شدم و دوست دارم برگردم. از همینجا این شفاعت شامل. بازم باید من یک حرکتی بکنم که اول که میدونیم خب خیلی از ما اینجوری فکر میکنیم که شفاعت از جانب من هیچ چیزی نیست، هرچی هست از اون طرف بزرگتر و بالاتر و والاتر، فقط من میخوام که منو شفاعت کنن. ولی شما دارین میگی نه، تو باید زمینه شفاعت زمینه رو باید فراهم بکنی. زمینه است فقط در همین حده. لذا شفاعت فقط مال مؤمنینه. کسی که سنخیتی با امام برقرار نکرده تو دنیا، محبتی نداره نسبت به حضرات معصوم، حرف شنوی نداره. میگن یه کسی از این آدمایی که آدمای لاابالی بود، یه عالمی رو دید گفتش که آقا خدمتتون باشیم. آقا گفت کجا؟ اون جایی که تو میری من نمیام، اون جایی که من میرم تو نمیای. کجا؟ خب یا ابو عبدالله جاهایی که شما دوست دارید اگر من اومدم این سنخیت برقرار میشه. اگه جایی که شما دوست ندارید و من رفتم، کی اونجاست؟ فرعون و فرعونیان اونجاست. لذا تو روایت داره یه عده‌ای تو قیامت جذب فرعون میشن، یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار. فرعون میارش بفرست داخل جهنم. اینا کسایی بودن که جذب او شدن، سنخیت با او پیدا کردن. خب اما حضرت معصومه سلام الله علیها، کسی که تو این دنیا این محبت نسبت بهشون داشته باشه و سعی کنه مطیعشون باشه، ایشون مقام شفاعت داره. چقدر شفاعت میکنه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن
به واسطه شفاعت حضرت معصومه سلام الله علیها همه شیعیان، این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، همه شیعیان الله وارد بهشت میشن. این چون روایت حالا راحت آدم میتونه بگه، یکی دو تا مورد خواب از بزرگان هست. مرحوم آیت الله سید محمد وحیدی ایشون میفرمودن که از یکی از سادات که میگه من تو عالم رؤیا حضرت معصومه سلام الله علیها رو تو خواب دیدم، بعد به حضرت عرض کردم که خانم جان شما مردم قم رو شفاعت میکنید؟ حضرت فرمودن که برای شفاعت مردم قم میرزای قمی کفایت میکنه، من کل عالم رو شفاعت میکنم. مرحوم محدث قمی صاحب مفاتی عین همینو نقل میکنه که یک کسی در عالم رؤیا میرزای قمی رو دید. خب میرزای قمی رو دید و از او سوال کرد که آیا حضرت معصومه اهل قم رو شفاعت میکنه؟ میگه میرزا نگاه تندی کرد، گو اهل قم رو که من شفاعت میکنم. حضرت معصومه سلام الله علیها شفاعت کل شیعیان رو میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ آلودگی ها، زشتی ها همه رو پاک میکنه. بفرمایید بهشت کدوم بهشت؟ و اوردنا حوض نبیکم و سقانا به کأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. جانم امیرالمومنین، دست شما درد نکنه. ارادت من. آقای گودرزی عزیز خیلی کام دلمون شیرین شد. برکت نقل و نبات کلام دلچسب شما، به برکت اسم مبارک اهل بیت. آره اجر شما با خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. خیلی استفاده کردیم. اوامر ندارین؟ التماس دعا به شرط توفیق حیات فردا هم خدمت شما باشیم. ان شاء الله. زنده باشید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردین.